بازش چی بود؟ بازش ماساژ بود. شیطان راستی تو چرا اون شب نیومدی؟ اون شب میخواستم بیام، یه تیکه لاست زدم، تریپ گذشته و گم گشته و در خود گشته پیدا کردم. ببین قبل رفتن جات خالی، بچه‌ها یه متا رو کردن، اشک رفیق همه با هم زدیم، هر کی بود و نبود بلند شد اومد فرودگاه. من اون بالا اومدم پایین، اون یارو کچله بود میون ساله اومد سرشو گذاشت اینجا، من گریه میکنم، من اصلا نمیشناختم کیه. اشک رفیق هستم. آره خیلی خوب بود. یه چیز دیگه زدم اونجا، وا روز آخر متا رو کردن قلمبه چیه؟ ببین خیلی من بعد اون اینطوری شدم، اسنیف میکنی اینطوری میشی. فاز داد خیلی فاز داد. یه چیز دیگه زدم آرش روز آخر، چی زدی؟ بغض سگ. ببین اوف وای چه فازی. تو چی زدی آرش؟ بغض سگ هستم. من گرد شک زدم ولی فاز نداد. آخو گرد شکو زدم. ببین اینو ما تا صبح پارس سوزناک میکردیم. پارس سوزناک هستم. آرش تو چی زدی این اواخر؟ یه چیزی برام آوردن از میانمار سیا. میدونم همون برمه سابقه. آره میگن هر کی زده بریده. با چیه مگه فاز سنگینه سیا. میریزی توی اتاق، کف زمین در اتاق میبندی، یه کارگر تا صبح پروانه میزنه، عرق میکنه، بعدن این خشما بلند میشه میچسبه به تنش. صبح خشما رو میکنی میندازی جلو آفتاب، خشک شد، یه روز بعد میکشی، فاز میده. آرش اسمش چیه؟ اسمش مرگ بشر. ببین الان اینجا دارن نگاه میکنن. مأمور بازاره. برو